سلام گل، خوش اومدی به این ویدیو. بریم با هم میکسی پر از خنده را با هم ببینیم. راستی سابسکرایب یادت نره. بیا عزیزم. دکتر شماه؟ بله عزیزم، مشکلی که با دندون پزشکی نداری؟ استرس دارم، میترسم. اصلا استرس نشوش. دهنتو باز کن. بازتر. باز کن دهنتو. هنوز کاری نکردم قربون شکلت. آبول میترسم، استرس آبول به تو سرم، فقط ژل اسپری لیدوکاین نمیتونم. بابا یعنی چی؟ میترسم. خب اوکی، چشماتو ببند عزیزم. مرض هنوز کاری نکردم. دکتر خانم مرادی، من کاریشون نمیتونم انجام بدم، خودتون تشریف بیارین. استرس داری عزیزم؟ نه اصلا. پس دهنتو باز کن. کروکودیل، من تازه گفتم دهنتو باز کن، باز نمی‌کردی. مرض باشه. با این اوکیه، با بزرگتر از اینم نه اوکی. مشکلی نداره، اوکیه. کثافت تو دهنه، پشت نیست. همون من تازه همینو بهت گفتم، چی دردم میاد. پاش گم شد. $10,000 تا $10,000 به جیب بزن تو همین ماه. هیچ گفتم شما هم ببینین دیگه. بعضی وقتا چیزایی که میبینم دیگه تنهایی نمیتونم حذف کنم. شما هم باید کنارم باشی. چیکار داریم؟ پدر من تو باید الان نازم 3 تا مدرسه باشی. چه کاریه؟ پسر صاحب فضل نزن، کمرتو قوس بده، قشنگ قنبل کن. همه بدن سازا میبینم. بانوان چیه؟ تو برو جیکاتر ببین. مربی ماشاءالله. من کی حجم میگیرم مربی؟ خسته شدم. تو کاتو گرفتی، حجمم آخراش. عزیز 3 سال روزی 2 بار بریم تمرین میدیم، مکمل میفروشی. خدا تو من میگه آخر من خسته شدم. یه سیس بگیر. تمومه. تو 2 هفته دیگه این مکمل جدیدی که پسرخاله من از کانادا فرستاد مصرف کنی، تو بدنت میشه تو پسرخالت همین نبود، شوش ساقی مواد جابجا می‌کنه. نه اون یه پسرخاله دیگه، پسرخاله بزرگم کانادا. این پکو رو فرستاده برای من. این پک 1 کیلویی تو این جواب میاریم، ما کسی نفهمه. بسات اینم به صورت عمدهش برای تو ارزونتر در میاد. یه چیز دیگه هم داره، یه اسکوپ پروتئین وی که بهت میدم خارجی و از این بریزی تو شیر گرم صبح بخوری، بدنت میشه خود سامسون دادا. این عکس گربه روست. گربه به انگلیسی چی میشه؟ کات. کات بدن تو رو به ما بسپار عزیز من. این اینا همه از مرز گذشته است. اینا همه از مرز گذشته است. برو 5 کیلو برام بکشون. تمومه. باریکلا. عشقم نهار رو زود بیار بخوریم، الان فیلم شروع میشه. چشم عشقم. اونی که لاتیکو داره منم. اینم منم. خدا رو شکر که به هم میگن توپل، نه نیقلیون و پاره استخون. آخه قربونت برم کسی به خودم نمیتونه به تو بگه نیقلیون ساقه پات این تنه درخت یه در کنی به یه نفر بزنی از زندگی ساقط شده. شلوار کارگو تو تنت این ساپورته. تو میگن توپل، تو شبیه بنز 10 تنی. اون تیشرت لانگی که شما استفاده میکنی ازش، ما ازش جای چادر ماشین استفاده میکنیم. والا سلام دوستان عزیز. ما برای صبح که کافی دوست دارید هم ناسکافه آوردیم، ناسکافه برند معروف، هم برند ستار باکس. توی مغازه صبح به کافی نیاز دارید در خدمت شما هست. داداش خدا خیرت بده اینقدر به فکر خلق اللهی بار مغازه رو کامل میکنی. نوتالله چی؟ نوتالله داری با صبونه خیلی حال میده. یا چات هاکلت هم داری، چات هاکلت هم بیاری خیلی حال میده. موقعی که آدم سردشه قشنگ سر حال میشه. دمت گرم که اینقدر بار خوب میاری به دست مردمی. از چارلوپت راضی هستی؟ خیلی. درد داشت موقع انجامش؟ نه. مطمئنی؟ بخند یه دونه قشنگ بزرگ مبارکت باشه. ما یه چیزی داریم به اسم چاله لپ که میگن رو صورت خانوما خیلی جذابه. اینی که واسه شما در آوردن از چاله لپ گذشته، دیگه چاه لپه. شما میتونی به عنوان قنات از این استفاده کنی، میتونی به عنوان جاساز هم استفاده کنی. فقط شبا درشو بذار که وقت پشه و مگس گیر نکنه. شما همون کوچیکم بخندی کافیه. اصلا نیاز نیست بزرگ بخندی. بزرگ که میخندی دیگه یه حفره جدید دیگه باز میشه. به تمام درایی که برون بسته شدن دارم میام کل ساختمون رو بخرم. اما سقفش تمام کنیم بعد تو هر گوی خواستی بخور. مش مشتاق قطعش.
داشت ماشین به دزدیدن. اصلا ناراحت نباشی یا دیگه، من شماره پلاک ماشینه رو یادداشت کردم. سلام عزیزم، خوش اومدی. همون ساعت فرو. بله. ساعت از اون فرو. بله. من ساعت میخوام. بله. همون ساعت فرو. بله. ایرپادم داری. بله. ارسالم داری. بله. همون ساعت فرو. بله. اینجا میخوره. بله. هرچی بخوایم داره. بله. همون ساعت فرو. بله. آیفونم داری. بله. آنتنم داری. بله. همون ساعت فرو. بله. سری شوزام داری. بله. برا فروش داری. بله. همون ساعت فرو. بله. من پلیس بودم. وای وای. تعذیرات بودم. وای وای. همون پلوم شدی. وای وای. در به در شدی. وای وای. تو واقعا کمر همت بستی آبروی هر چی پهلوونه ببری، هیچ چیت به هیچ چیت نمیخوره. سیس گردن به بالات آدمو یاد جنگ منگ میندازه، سیس گردن به پایینت یاد گنگ بنگ. منو تو ادارجات میبینید برای کارهای اداری، تو رو تو خونه مردم میبینم برای اداره کارهای تجاری. جانم عزیزم. آره کجا؟ طبقه سوم تو تراس وایستادم، پایین در و دافترن غیر میدن، منم شامپاین میریزم روشون. کجا میتونم باشم؟ سنگین تو اشغالی، جاتون خالیه. زیزم بچه ها الان دارن آره میارن و نگم براته جات خیلی جا. اولش و اونم آخرش. خود یا بریم. تو ما رو گول زدی. باشی. رفتم وام ازدواج بگیرم 150 تومن بود. خب گاوداری 400 تومن وام بده. محمد، من بابام تو زندگی همیشه 2 تا چیزو بهم تاکید میکرد. اولیش این بود که سمت سیگار، دختر، عرق اصلا نرم. دومیش این بود که هر کی هر چی مهمونت کرد فقط بگی خدا رو شکر. بیا داداش. مرسی، خدا رو شکر. بچه‌ها یه لای بازیمون نشه. بازش کن داداش، اب نداره. بس کشو دراز.